سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو می‌خوایم با هم پوستر فیلم بتمن رو درست کنیم. خیلی راحته، حتما نگاه کنید. یه پروژه 80 در 1350 درست می‌کنیم. عکس بتمن رو میاریم میندازیم وسط. خود بتمن رو سلکت می‌کنیم. یه کپی ازش می‌گیریم، اینو پاک می‌کنیم. بذاریدش وسط صفحه. صورتش البته وسط صفحه باشه. یه عکس بتمن بدون ماسک میاریم. این عکس رو هر جور دوست دارید میتونید انتخاب کنید. من این عکس رو انتخاب کنم. اپاسیتی عکستون رو کم کنید. ابزار سوم رو بردارید. اینو بردارید. دور عکستون رو انتخاب کنید. به نظرم خوبه. بعدی یه عکس کت‌وومن رو بندازید. اونم کپی بزنید. یه دونه پنگوئن رو بندازید. حالا عکس ریدلر رو میندازیم. سعی کنید تیز همه رو انتخاب کنید، یعنی لباش تیز باشه. حالا همه رو یه لایه میکنید. همه لایه‌هاتون رو انتخاب کنید. کنترل ای، همشون یکی میشه. پایین بتمن رو یه حالت بریدن بدید. و روی همشون یه دونه سولید کالر قرمز بیارید. قرمز بیوید لایتش هم کنید. قرمزش رو هرچی به مشکی ببرید قشنگ‌تر میشن. ببینید اینجا خوبه، یه صورتاشون هم معلوم بشه. حالا علامت یا لوگو ریدلر رو میندازیم. پاک کنید بک‌گراند اینو. رنگشو به نظرم سفید کنیم چون دورش همه سفیده. شما دقت کنید تو سلکت اولی که انجام میدید درست بگیره. برای من یه ذره بد گرفت. اون تکسچر بندازید روشون. من بذار روی وید لایت. حالا فقط یه متن میخواد. خیلی ساده است. یه ذره کشیده بنویسیدش. شیفت رو نگه دارید، جی رو بزنید کشیده بنویسید. فونت حمید فکر کنم خوب باشه. اندازه قابتون کنید فونت رو. یه دونه لایه بندازید بالای بتمن. حالتون نگه دارید بیفته روی بتمن. براشو بردارید، قرمز رو انتخاب کنید. هر جا انتخاب کنید رنگش به قرمز تبدیل میشه. یعنی الان مشکی بود، اینجا رو میکشی قرمز تبدیل میشه. نظر من این خوبه. الان ذره بذارید فقط تکسچر رو کپی کنید. مثلا یه اسم بازیگرش هم بزنیم، رابرت پاتینسون. به نظرم این خوبه، فقط یه ذره همه رو بزرگ کنم. به نظرم خوبه بچه ها. فقط من قابی که انتخاب کردم یه ذره بزرگه. پایینش حالا کم میکنم، توی قاب دیگه میبرمش. حتما دقت کنید توی سلکت کردنش حواستون باشه. اینطوری برای من شد. یکم شارپش کنید درست میشه. یکم بیشتر وقت بذارید بهتر میشه.
من توی کمترین زمان براتون انجام دادم که سریع یاد بگیرید، کاری هم نداره با من.